نمیتونم اگه این موضوع رو بهش بگم همه چی تموم میشه. اون منو ول میکنه. نمیتونم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. لطفاً. حرفاتو باور نمی‌کنم. اصلا چرا باید باور کنم؟ اگه واقعا دوستش داری چرا این کارا رو کردی؟ دوستش دارم توپراک. من خیلی دوستش دارم. تازه اگه من همه این چیزا رو بهش بگم چه فرقی برای اون میکنه؟ وگرنه چرا باید اون دروغو تو باغ میگفتم؟ اگه من اون زمان چنین دروغی رو نمیگفتم الان یوسف با بتول ازدواج کرده بود. میفهمی؟ یعنی اونم دروغ بود؟ درسته، من اشتباه کردم. اشتباه خیلی بزرگی کردم، میدونم. من نمیتونم به کسی آسیب بزنم توپراک. چرا باید این کارو بکنم؟ من رفتم با جنید حرف زدم، بهش گفتم ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. من تو رو دوست ندارم، دست از سرم بردار، نمیخوام باهات ازدواج کنم. اما گوش نکرد، دست از سرم بر نداشت. من چاره ای نداشتم جز این که اونو بندازمش زندان. میفهمی؟ هیچ چاره ای نداشتم. نمیشه. تو از این کارا نمی کنی حوا. خواهر من همچین آدمی نیست. یکم آروم باشین زنمو. حالا که قراره عروسدار بشین هیجان زده شدین؟ خب معلومه که هیجان دارم، اما انگار شما این عروس خانومو میشناسین، برای همین انقدر خیالتون راحته. میشناسم اما هیچ حرفی نمیزنم تا سورپرایزتون خراب نشه. حالتون چطوره؟ ممنون آقا. میشه یه لیوان آب بهم بدین؟ خیر باشه آقا. خیره ایشالله به زودی خبردار میشین. حوا هنوز پیش توپراکه؟ نمیدونم، حتما تو اتاقشه. باشه میرم پیشش. یکم هیجان دارم خواهر. فعلا خدافظ. اینا رو به جای من باید به یوسف خان بگی. همه این دروغا و نقشه ها رو باید یک به یک براش تعریف کنی. این کارو با من نکن توپراک. نمیتونم این کارو در حق یوسف خان بکنم. اون همیشه خوبی منو خواسته، به هم کمک کرده. اجازه نمیدم اینطوری فریبش بدی. توپراک باشه، حق داری، من اشتباه کردم. نباید اون دروغا رو میگفتم، نباید براش نقش بازی میکردم. اما من خیلی دوستش دارم توپراک، بیشتر از هر کسی اونو دوست دارم. فکر میکردم اگه اون کارا رو انجام ندم نمیتونم به دستش بیارم. همش به خاطر عشقم بود. عشق؟ به خاطر عشق گناه میکنی؟ عشق همچین چیزی نیست خواهر. عشق پاک و صادقه، دروغ و فریب توش نیست.
آدم کسیه که دوست داره بازی نمیده. به خاطرش زندگی بقیه رو نابود نمی‌کنی. حسی که تو داری عشق نیست، طمعه. حوا دنبالت میگشتم. خیر باشه، چیزی شده؟ نه، صحبت میکردیم. حوا تو برو، منم الان میام. آها. مادرم پایین منتظرته. باشه تو برو، منم میام دیگه. بله حسین. چی؟ چی داری میگی؟ کسی هم آسیب دیده؟ باشه همین الان میام. یه جوری رفتار میکنی که انگار هیچی نشده. بهت میگم باش حرف بزن. توپراک الان نمیتونم بهش بگم. چرا نمیفهمی؟ یوسف داره میگه برو پیش مادرم، من باش حرف زدم، منتظرته. باشه قول میدم تا اولین فرصت بهش بگم، اما الان نمیشه. همین الان بهش بگو. اگه الان بری پیش حمیت خانم و دستشو ببوسی، اونا تو رو به عنوان عروس قبول میکنن. اون وقت گفتنش برات سخت‌تر میشه. ببین خواهر، اگه تو نمیتونی بهش بگی، من خودم این کارو میکنم. باشه توپراک، باشه، حق با توه. اما این یادت نره، من همیشه سعی کردم برات خواهری باشم که بهش افتخار کنی. من اشتباه کردم، درسته؟ اما همه اشتباه میکنن. هیچ کس بی گناه نیست. من تو رو با اشتباهات تو همه چیزی دوست دارم. کاش که تو هم اینو درک میکردی. خواهر تو درک میکردی. کافیه دیگه حمیت خانم. از دیدنتون منم دلشوره گرفتم. آیه الماس خان، واقعا دستت درد نکنه. انگار یوسف ما هر روز دست یه دختر رو میگیره میاره واسه دستبوسی. حق با شماست زنمو. این مسئله مهمیه. پسرم زنموتو اذیت نکن. مگه یوسف نگفت دختر اینجاست؟ پس کجا موندن؟ مگه میخوان از پشت کوه بیان؟ فکر کنم عروس داره ناز میکنه زنم. نه پسرم، نه. قراره بیاد بشناسیمش، درسته؟ نمیخوایم که در مورد چیزی حرف بزنیم. اما نه خیر، انگار این دختره میخواد منتظرمون بذاره. چی میخوای بگی خانم؟ پسرمون به این دختره علاقه‌مند شده، میخوای به همش بزنی؟ خب البته برای دختره هم روبرو شدن با ما کار راحتی نیست، کار سختیه. فکر کن اون بیاد اینجا، تو اونو خوب تماشا کنی و بعدش هم دست تو ببوسه. خب آدم باید یکم انصاف داشته باشه. یه الماس خان، واقعا دستت درد نکنه. خب شما یه طوری حرف میزنین انگار قراره بلایی سر اون دختر بیاریم. خب مگه میخوایم چی کار کنیم؟ فقط میاد تو اتاق دست منو میبوسه، همین؟ من که سر در نمیارم. یوسف هم که رفت دختره رو بیاره، خودش هم دیگه نیومد. نه خیر، بهترین کار اینه خودم برم اونا رو بیارم. من که نمیتونم تا شب همینجا منتظر بشینم تا هر وقت خواستن تشریف بیارن. به نظرتون نباید به حمیت بگیم که دختر حواس؟ والا نمیدونم داداش، من واسه اینکه یوسف دلخور نشه چیزی نگفتم.
خب درسته، اما اگه اهمیت خانم بفهمه از هممون دلخور میشه. بهتون گفته باشم. چرا عمو؟ به نظرم زنمو هوا رو خیلی دوست داره. تازه از اینکه قریبم نیست خیلی خوشحال میشه. اینطور فکر میکنی؟ انشالله اینطوریه پسرم. هوا دخترم، با تو دارم حرف میزنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ من فکر میکردم تو از این شهر رفتی. رفته بودم دوباره برگشتم. همینطوری که نمیشه. حتما اونجا طاقت نیاوردی، درسته؟ تو نمیتونی تو اینجور جاها زندگی کنی بمونی. خیلی خوب. حالا که برگشتی اینطور هر وقت که دلت خواست به این خونه نیا. اینجا کاروانسرا نیست. به هر حال هر خونه یه قانونی داره، مقرراتی داره، درسته؟ من اومده بودم توپراکو ببینم حمیت خانم، الانم دارم میرم. به سلامت. اگه دلت واسه توپراک یا خالت تنگ شده بهشون تلفن کن. اگه اونا تونستن میتونی ببینیشون. خب البته بیرون. نگران نباشین حمیت خانم، از این به بعد دیگه مزاحمتون نمیشه. واقعا عجیبه. این دختر چی فکر کرده هر وقت دلش میخواد میاد اینجا؟ توبه توبه. اونا توی شهر به دنیا اومدن، توی خونه هم بزرگ شدن، اما هوا مثل باد سرکشه و توپراکم مثل خاک آروم. یکی دیگه هم بیار. تو معلوم هست چی کار میکنی منور؟ اول گفتی ایگیت منو نمیخواد، رفتی نامزد یکی دیگه شدی. حالا که اون پسر پشیمون شد و داره سعی میکنه داری میگی اویگا رو دوست داری. هر دوتاتون میدونین این یه دروغه. کاری کردی که اون آدم ازت متنفر بشه. من واقعا درکت نمیکنم. چاره دیگه ای ندارم. چرا نگو. میتونی با ایگیت بری پیش خانوادت و بهشون بگی ما دوتا همدیگر رو دوست داریم. ممکنه اولش یکم باهاتون مخالفت کنن، اما بهتر از اینه که با کسی که دوست نداری زندگی کنی. نمیتونم.
آخه چرا منور؟ چرا؟ ببین ایگیت الان حاضره. منم به خاطر ایگیت نمیتونم. چی داری میگی؟ اویگار موضوع ایگیتو فهمیده. خب بذار بفهمه. تهدیدم کرده. تهدیدت کرده؟ واسه اینکه با ایگیت حرف نزنم برام به پا گذاشته. هر جا که میرم اون با خبر میشه. که اینطور؟ بلند شو را بیفت. بلند شو. کجا؟ میخوای همینطور اینجا بشینی؟ یعنی چی برات به پا گذاشته؟ یعنی چی تهدیدت کرده؟ میریم پیش پلیس ازش شکایت میکنی. خیلی خوب داد نزن، همه صدامونو میشنون. بشین. اتفاقا بذار بشنوه. سلما، من خیلی میترسم. تهدید کرد که ایگیتو میکشه. این کارا اینقدر آسون نیست عزیزم. واسه اویگار کار آسونیه. قبلا هم این کارو کرده، حالا هم میتونه بکنه. میگن امسال محصولات سیب زمینیمون خیلی فراوون خواهد شد. منم چند روز پیش با بخش تعاونی صحبت میکردم، اونا خیلی امیدوار بودن. انشالله خدا روزی همه رو زیاد کنه. باشه، شما جعبه ها رو ببرین، من خودم میام. بابا حوا نیومد اینجا؟ نه نیومده پسرم. مادرت هم اومد دنبال شما، اما اونم دیگه برنگشته. میگم انگار عروس خانم خجالت میکشه بیاد اینجا پسرم. آره میرم ببینم کجا. حوا کجاست توپراک؟ خواهرم رفت. رفت؟ کجا رفت؟ نمیدونم یوسف خان. قبل رفتنش حرفی نزد؟ من منتظرش بودم. توپراک اتفاقی افتاده؟ اگه از خودش بپرسیم خیلی بهتره. ای خدا. تو حالت خوبه؟ توپراک چیزی شده؟ حرف بزن. من خوبم. بهتره برین دنبال خواهرم. همین کارو میکنم. پسرم گفتی الان میام، اما یه دفعه غیبت زده. ای بابا، این پسر معلوم نیست چشه. هممونو گذاشته سر کار. خدایا توبه. خواهر چی شده؟ اول که حوا رفت، حالا هم که یوسف خان رفت بیرون. حمیت خانم هم داشت از یوسف خان میپرسید که کجا داره میره. یعنی چی شده خواهر؟ دختر تو به وظایفت میرسی یا تو کار مردم فضولی میکنی؟ برو به کارات برس. برو. اوف. به خدا هیچ کارمون مثل آدمیزاد درست انجام نمیشه. چیه؟ اومد گفت میخوام ازدواج کنم، ما هم گفتیم باشه. گفت میرم دختره رو میارم دستتونو ببوسه، گفتم باشه. اما از دختره که خبری نشد هیچ. یوسفم بدون اینکه جوابی بده گذاشت رفت. آروم باش خانم. خب یوسف بالاخره برمیگرده خونه و همه چیو میگه. مگه ما بچه ایم یلماز خان؟ داره با ما بازی میکنه. نکنه شماها میدونین یوسف داشت کجا میرفت؟ والا یوسف هم گفت که میاد دنبال شما زنمو. فکر میکرد که عروس پیش شماست، اما هنوز که نیومده. لا حول ولا قوت الا بالله.
تو زندگیم اینقدر ناراحت نشده بودم خاله. یه لحظه شک کردم که خواهر منه. چه جوری این کارا رو کرده؟ چه دلیلی داشته؟ به خود عقلم کار نمیکنه. مگه اون نمیدونه یوسف خان چه جور آدمیه؟ ببین چقدر دوستش داره، انتخابش کرده. اگه اونم یوسف خان دوست داره، پس چرا از اول باهاش رو راست نبوده؟ دختر من چی بگم؟ حوا که اصلا یوسف رو دوست نداره. تنها درد اون اینه که قدرت یوسف رو صاحب شه. اما تو که باور نمی کنی. خیلی ازش دلخور شدم خاله. برای اولین بار سرش داد زدم. باید میدیدی چجوری التماس میکرد. وقتی اونطوری دیدمش دلم سوخت. کاش این اتفاق اصلا نمیافتاد. اتفاقاتی که افتاده رو نمیشه کاری کرد توپراک. اما اگه تو با دونستن این چیزا ساکت بمونی که با حوا فرقی نداری. یوسف این همه بدی حقش نیست. تو که بهتر از همه میدونی. من بیشتر از همه ناراحت اونم. آخه آدم چطور میتونه در حق یه همچین آدم خوبی بدی کنه؟ وقتی اینا رو بشنوه حتما قصه میخوره. خب البته حوا خانم یه نقشه دیگه میکشه و از گفتنش در میره. هرگز همچین اجازه‌ای نمیدم خاله. به خواهرم هم گفتم. اگه اون بهش نگه من خودم همه چی رو بهش میگم. آخه این کارش درسته؟ تو خواهرتو دوست داری میدونم. اون عزیزته. اما تو داری درست‌ترین کارو میکنی. هیچ کس با گناه و اشتباه خوشبختی رو به دست نمیاره. کاش که حوا مثل تو میفهمید. اما متاسفم اون اصلا هیچ چیزو نمیفهمه. یوسف خان خوش اومدین. بفرمایید خونه یکم نامرتبه. اشکالی نداره، مسئله ای نیست. اومدم حوا رو ببینم. حوا رو؟ مگه با شما نیومد امارت؟ مادرش که اینطوری گفت. بله اومدم دنبالش رو رفتیم امارت، ولی بدون خبر گذاشت و رفت. فکر کردم اومده خونه. اینجا که نیومده. یعنی کجاست؟ نمیدونم، موبایلشم جواب نمیده. منم نگرانشم. ای بابا، حوا هیچ وقت از این کارا نمیکنه، به خصوص با شما. یعنی چی شده؟ باشه اگه اومد بگین زنگ بزنه. بله حتما. اگه نیومد من خودم میرم دنبالش میگردم. باشه. مطمئناً یه خبراییه. سلطان. آی خانم مردم از ترس. خیر باشه، چیزی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ این عمارت دیگه عمارت نیست، شبیه کاروانسرا شده. هر کس میخواد میاد، هر کس میخواد میره. تو هم خودتو اینجا سرگرم کردی، از هیچی خبر نداری. چرا همچین حرفی میزنی خانم؟ مگه کی اومده؟ وقتی میگم از هیچی خبر نداری اعتراض میکنی. حالا من باید بهت بگم یوسف خان با یه مهمان اومده بود؟ خب البته ما که نتونستیم ببینیمش. حالا اگه از تو هم بپرسم میگین من که ندیدمش، من که نمیدونم، من خبر ندارم. ها؟ همین حرفا رو میزنی. میبینی؟ حتی خبر نداری کی میاد تو این خونه، کی میره. از دست پسرت هم که باید بکشم، خواهرزادت هم که باید مزاحممون بشه. تو هم که از همه دنیا بیخبری، اومده اینجا از همه چیز غافلی. خب آخه خانم من چه کار اشتباهی کردم؟ خب راستش لازم نیست کار خاصی هم انجام بدی، اما به خدا دیگه خسته شدم. تو نه به حرف من گوش میدی، نه کاری که میگم و انجام میدی. انگار نه انگار. نه فکر کنم واسه نجات دادن هممون باید تو رو بفرستم از اینجا بری. من نمیدونم کی شما رو انقدر ناراحت کرده، اما اگه دارین در مورد پسرم میپرسین حتما اشتباهی شده خانم. به خدا قسم از وقتی از بیمارستان مرخص شده من ندیدمش. بله خب البته این که پسرت دیگه سر عقل اومده و اینجاها پیداش نمیشه که خیلی خوبه، اما الان مشکل من اون نیست.
این حوا واسه چی هر وقت دلش میخواد میاد به این عمارت؟ خدا رو شکر اون عضوی از خانواده ما نیست. خب کارگرمونم نیست. اگه میخوای بگی به توبرک کمک میکنه که من ماشاءالله هیچ وقت چنین چیزی ازش ندیدم، اما میبینم هر روز راه میفته میاد اینجا. این دختر هر وقت فرصت پیدا میکنه اینجاست. بهش گفتم خانم، بهش گفتم حمیت خانم دوست نداره نیا اینجا. این چه جور گفتنیه جانم؟ من که نمیفهمم. آخه آدم خودشم باید بعضی چیزا رو بفهمه. ببین سلطان، برای آخرین بار دارم بهت میگم، اگه یه بار دیگه این دختره رو تو این عمارت ببینم، اون وقت تو باید به فکر خودت باشی. اخراج میشی. شنیدی چی گفتم؟ اخراج میشی. از دست من کاری بر نمیاد خانم. منو نگاه کن سلطان، انگار درست متوجه نشدی چی دارم میگم. حوا در حد و اندازه من نیست این حرفو بهش بزنم. شما هم اشتباهی اومدین پیش من. حوا، تو اینجا چی کار میکنی؟ بی خبر میذاری میری موبایلت هم جواب نمیدی؟ چرا گریه میکنی؟ کسی کاری کرده؟ تو عمارت اتفاقی افتاده؟ خیلی خوب، بیا بریم. شما فکر میکنین که من دوستتون ندارم خانم و بهتون کم لطفی میکنم. ممکنه همه اینا رو تقصیر من بدونین، اما موضوع اینطوری نیست. اگه شما هم نمی آمدین، من خودم میخواستم همه چی رو بگم. بدونین که حرف شما برای من مثل قانونه. هر چی که شما بگین من همونو انجام میدم. همیشه طرف شما. پس برای همینه داری میگی نمیتونی به این دختر حوا حالی کنی، نباید انقدر بیاد اینجا؟ اگه اینطوری گوش نمیده، تو خاله اونی. صداش کن، همه چیزو خوب بهش توضیح بده. این موضوع رو تمومش کن به همین راحتی. کار دیگه از این حرفا گذشته خانم. من 100 بار بهش گفتم که نیاد اینجا. توپراکم همینو بهش گفته، اما حوا قدرتش از کس دیگه ای میگیره. آخه اون از کی همچین قدرتی گرفته؟ چرا نگو؟ آخه یه دختر دهاتی چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ شما گفتین که یوسف خان امروز یه مهمون آورده بود خونه. من میدونم اون مهمون کیه خانم. ایداد بیداد. اولش که پرسیدم گفتی هیچ کس رو ندیدی. یعنی کسی رو که من ندیدمش و نمیدونم کیه تو دیدیش. منو نگاه کن. این دختر کیه؟ چی شده؟ کی تو رو به این حال و روز انداخته؟ خیلی خوب باشه، یکم آروم باش عزیزم. الان میریم یه جای خلوت صحبت میکنیم، اون موقع به هم بگو.
آی درم عصبانی میشم. خب حداقل بگو اسم این دختره چی بود؟ عایشه بود، فاطمه بود، چی بود؟ خواهش میکنم اول آروم باشین. ببینین، اول میخوام بهتون بگم من هر کاری میتونستم انجام دادم تا مانع این کار بشم، پس به خاطر این موضوع از من دلگیر نباشین. آی سلطان، من همه اینا رو میدونم. ها؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ برو سر اصل مطلب. دختری که امروز اومده بود برای دستبوسی شما حواست. آقا عاشق این دختر شده و بهش پیشنهاد ازدواج داده. اونم دیگه به حرف من گوش نمیده، هر وقت میخواد میاد و میره. داری دستم میندازی سلطان؟ استغفرالله خانم، مگه من چنین جرأتی دارم که بخوام یه همچین جسارتی کنم؟ اما یوسف خان میخواد باش ازدواج کنه. خوش اومدین یوسف خان. ممنون. میشه یه لیوان آب بیارین؟ خب بگو ببینم. کی ناراحتت کرده؟ مادرت. خدایا خودت بهم کمک کن. من اجازه نمیدم. نه، بمیرم هم اجازه نمیدم. واسه اینکه هوا بخواد بیاد به این خونه باید از رو جنازه من رد شه. هرگز اجازه نمیدم. حمیت خانم، تو رو خدا یکم آروم باشین. فشار خونتون میره بالا، خدایی نکرده یه بلایی سرتون میاد خانم. اجازه نمیدم سلطان، من اجازه نمیدم. بله. اون دهاتی تو این خونه نمیاد. باشه. اگه من حمیتم همچین اجازه نمیدم. حمیت خانم، تو رو خدا یکم آروم باشین. آخه قدر جونتون که ارزش نداره. ارزش داره سلطان، ارزش داره. پسر من از هر چیزی ارزشش بالاتره. اینو بفهم. نه، هرگز اون دختر عروس من نمیشه. ای کاش لال می شدم خانم اینو نمی گفتم. اگه اتفاقی برای شما بیفته من از عذاب وجدان می میرم. بیاین خانم، بیاین قربونتون برم. بیاین بشینین حمیت خانم، بشینین، آروم باشین، بشینین. یوسف چطور همچین کاری کرد؟ چطور خودتو خار کردی پسرم؟ چطور تونستی ما رو کوچیک کنی؟ اون میتونه عروس خانواده ما بشه ها؟ یه دهاتی. ای نه، ای نه، ای اوه پسرم. حمیت خانم یه چیزی بگین. حمیت خانم یه چیزی بگین. چطور این کارو کرده؟ چرا تو رو بیرون کرده؟
چرا صدام نزدی؟ چرا هیچی بهش نگفتی؟ چی میگفتم یوسف؟ ها؟ میگفتم ببخشید حمیت خانم، من هیچ جا نمیرم چون به زودی قرار عروس این خونه بشم. تازه اون اصلا فرصت نداد من حرف بزنم. اول صدام کرد و بعدشم با یه لحن خیلی بدی بهم گفت از اینجا برو بیرون. خب منم نتونستم حرفی بزنم. خیلی ناراحت شدم، خورد شدم، اما واسه اینکه بهش بی احترامی نشه هیچی نگفتم. آخه چی میتونم بگم؟ به خدا فکر نمی کردم مادرم همچین کاریو بکنه. ناراحتم. من از طرف اون عذر میخوام، ولی میفهمه اشتباه کرده. مطمئن باش ازت عذرخواهی میکنه. نگران نباش. بگو چه شده مهمت؟ جای نگرانی نیست. جدی میگی مهمت؟ یکم فشارش بالاست اما مشکل جدی نیستم. خانم انگار داره به هوش میاد. حمیت چطوری؟ حالت خوبه؟ زن داشت دکتر خبر کنم؟ نه خوبم دکتر نمیخوام. چه شده حمیت؟ چرا یهو اینطوری شدی؟ چیزی نیست. سلطان چی شده؟ تو رو خدا بهمون بگو. میخوام برم تو اتاقم سلطان. باشه خانم، باشه بیاین. بیا زنم، بلند شو، آروم بلند شین. دخترم دستشونو بگیر. حمیت خانم ازت پرسیدم چی شده؟ آی میگم چیزیم نیست یلمز خان، چیزیم نیست. رو عصبم رو نرو. میدونستم مامانت از من خوشش نمیاد، اما من اومده بودم برای دست بوسیش، اما اون منو از خونه بیرون کرد. تو ناراحت نشو، من باهاش حرف میزنم، همه چیزو حل میکنم. مطمئنی؟ ببین یوسف هنوز حرف نزده و ندونسته رفتارش با من اینطوریه. تازه حمیت خانم زنی نیست که به همین راحتی نظرشو در مورد کسی عوض کنه و اونو قبول کنه. فکر کنم واقعا منو دوست نداره. اون دوستت داره. وقتی بشناست دوستت داره. به هم اعتماد کن. حالا اخماتو باز کن. من اون عروسی که مادرت آرزو داره نیستم یوسف. من این موضوع امروز کاملا فهمیدم. عروسی که اون دوست داره باید یکی شبیه بتول باشه. همینطوره. اینطوری نیست. مهم اینه که من کیو میخوام. چیزی که من میخوام واسش مهمه. تو نگران چیزی نباش. تو به چشم اون فقط یه حوایی، ولی میفهمه که تو همسر منی. بیاین خانم، بیاین خانم جون، بیاین. ای خدا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. خدا خودش بهم صبر بده. صبر کنین خانم، صبر کنین. آروم باشین یه دقیقه. ای چطوری بشین. فکر نکنم. بشین. تو رو خدا دیگه آروم باشین. دیگه نمیدونم چی بگم. آخه چطور فکر نکنم سلطان. آخ اون دختره داشته پسرم رو اخفال میکرده، من خبر نداشتم. بیا اینجا بشین ببینم باید چیکار کنیم. گفتم بشین.
چطور اینطور شد ها؟ این دختره از کی پسرم عاشق و شیفته خودش کرد ها؟ چطوری اینطوری شد؟ والا خانم شما فقط با شنیدن اسمش از حال رفتین. من چی بگم؟ منو نگاه کن سلطان، اعصاب منو خورد نکن وگرنه خودم نابودت میکنم. نشیدی چی ازت پرسیده؟ خانم راستش وقتی من یکم به این موضوع شک کردم سعی کردم مانعش بشم. بهش گفتم این کارو نکنه، گفتم که در حد و اندازش نیست. حد و اندازش بخوره تو سرت. من این دختره رو اصلا نمیخوام. والا دارین درست میگین خانم. حوا رو خیلی خوب شناختین. حوا چطوری بگم، انگار که یه جوریه، میدونین. منو نگاه کن، لفظ قلم حرف نزن، درست بگو ببینم چی میخوای. حوا چشاش یه جوریه خانم، یعنی من هیچ وقت نتونستم بفهمم که چی داره تو ذهنش میگذره. البته فامیلمونه، چه درست چه غلط دارم حقیقتو میگم. به نظر من لیاقتش نیست. یعنی چطور بگم، من به این موضوع دلم راضی نمیشه. به یوسف خان نتونستم بگم، ولی خب به دختره گفتم. اما دست بردار نبود، گفت باید من ازدواج کنم. معلومه قبول نمیکنه، معلومه دست بر نمیداره. کی بهتر از پسر صاف و ساده من؟ چرا باید دست برداره؟ اما امکان نداره. منو نمیشناسه، به من میگن حمیت. اگه من اسمم حمیته این حوا هرگز عروسم نمیشه. همین. والا خانم شما سر حرفتون بمونین، منم بهتون کمک میکنم. شما هر چی بگین من عیناً اونو انجام میدم. نباید این وصلت سر بگیره. یوسف خان حروم میشه خانم، حروم میشه. منم داشتم میمدم پیش شما. بابات اومده. جدا؟ کجاست؟ بیرون تو حیاته. باشه، لطفاً تو برو پیش روزگار بمون. تازه خوابوندمش. اگه بیدار شد یه کمی بهش آب بده، ممکنه تشنش باشه. باشه، نگران نباشی. ممنون. خیر باشه بابا. خیر و شرشو تو بگو. خواهرت نیست، اومده بود اینجا، خبری ازش نیست. یوسف خانم دنبالش میگشت. خواهرم به خاطر من رفت. یعنی چی؟ یوسف خان بهش پیشنهاد ازدواج داده. میدونم، خبر دارم، حتی به هم گفت که میاد خواستگاری، اما یه دفعه گذاشت و رفت. حوا اشتباه بزرگی کرد بابا. این ازدواج نباید سر بگیره. تو بهتره حد و حدود خودتو بدونی. یعنی چی میدونم باید چی کار کنیم؟ با هم همکاری میکنیم، تصمیم میگیریم، همه چیزو به هم میزنیم. ها؟ خدا رو شکر من به قدر کافی عاقل هستم. به تو یکی احتیاج ندارم. فقط کافیه تو به من بگی موضوع چیه، چطور به اینجا رسیده. هر طور که شما بگین خانم، من برای اینکه کمکی کرده باشم اونجوری گفتم. سلطان، خب الان رابطه تو با این دختر خوبه؟ اصلا خوب نیست. دروغ نگو، اون همش پیش توه. تمام روز کنار همدیگه میشینیم پچ 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 دم گوش همدیگه حرف میزنیم. چه پچ پچی قربونتون برم. حتی چند شب پیش خودتون دیدین که تو اتاق داشتم باهاش بحث میکردم. همون موقع بهش گفتم دست از سر یوسف خان برداره. یعنی چی؟ منو ببین، نگو که تو به این دختر راه و چاه نشون دادی. نه خانومم، مگه چنین چیزی میشه؟ تازه من از اون بزرگترم، باید آگاهش کنم. مگه چنین چیزی در حد اندازه اون دختره هست؟ من دهنمو میبندم، به هیچ کسم حرفی نمیزنم. کار خوبی میکنی. زود باش، همین الان به این دختر زنگ بزن، به عروسمون. خدایا توبه، میخوام بدونم کجاست، چی کار میکنه. الان بهش زنگ بزنم؟ نه جونم، سال دیگه بهش زنگ بزن. سلطان، یکم عقلتو به کار بنداز، فکر کن. مگه اون دختر امروز واسه دستبوسی من نیومده بود اینجا؟ خب پس یعنی من از هیچ چیز خبر ندارم، حتی به ذهنم هم نمیرسه. من اون دختره رو از خونه بیرون کردم. آره، حالا تو بهش زنگ بزن، ازش بپرس الان چه حس و حالی داره، حالا میخواد چی کار کنه. ها؟
خب به فرض که این چیزا رو فهمیدیم چه فایده ای داره؟ بعدش میخواین چی کار کنین؟ باشه تو کاری که بهت گفتم رو بکن، همین کافیه. پاشو زود باش. باشه. اوه سلطان، منو ببین، این حرف از این اتاق بیرون نمیره ها. دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه نداره. والا هیچ کاری از تو بعید نیست، همش واسه من دردسر درست میکنین. به خدا قسم اگر بشنوم یه وقت حرفی زدی بدون که یه دقیقم صبر نمی کنم فوراً از این عمارت بیرونت میندازم. زود باش برو بیرون. برو دیگه. ای دارم میمیرم. ای خدا. چوب 2 سر سوخته شدیم. هر طرفو میام درست کنم بازم این وسط من خراب میشم. ای خدا 2 بچه دارم، هر دوشون جز درد سر چیزی برام ندارم. ای خدا. چرا دخالت میکنی؟ به تو چه؟ بابا اون دروغ گفته، رفته با جنید نامزد کرده و حلقه دست هم کردن. فقط یوسف خان نیست، هر دو رو فریب داده. چشم رو همه اینا ببندم؟ حالا یه دروغم گفته، مگه چی شده؟ آدم به عشقش دروغ نمیگه. خواهرت عاشق یوسفه، یوسف خانم حوا رو میخواد. حتی اگه دروغم گفته باشه این حقیقت که عوض نمیشه. اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو باید ساکت باشی. شما از این چیزا خبر داشتین؟ میدونستم، اما حرمتشون رو نگه داشتم. یعنی به خاطر عشق همه کار میشه کرد. دروغ، خیانت، تهمت. جالبه. نمیفهمم چرا اینطوری فکر میکنید. میگی من ساکت باشم تا اینکه همه رو فریب بدین؟ آره؟ ببخشید ولی من هنوز وجدان دارم. کارایی که شما میکنید واقعا برام عجیبه. توپراک دخترم، شما اینجا این خاله؟ بابا چی میگفت؟ اونم از همه چیز خبر داشت، میدونستی؟ بیا اینجا ببینم. تو این دنیا پاک بودن کار سختیه. فکر میکنی همه مثل من و تو هن؟ رسما به هم میگن ساکت باش و دخالت نکن. با دونستن این چیزا چطور میتونم تو چشمای یوسف خان نگاه کنم خاله؟ دین و ایمون مردم شده پول. همه چیز به خاطر ثروته. یوسف خان سخت میتونه کسی رو پیدا کنه که خودشو بخواد. من باید برم پیش روزگار. گذاشتمش پیش پینار. یه دقیقه منو نگاه کن ببینم. خیلی به هم ریخته ای، نکنه یه وقت از بابا ترسیدی؟ من از کسی نمیترسم خاله، فقط از خدا میترسم. آفرین به تو دختر. بیا بریم خونه باهاش حرف بزنیم. بیشتر از این نباید کشش بدیم. یوسف لطفاً صبر کن. چرا صبر کنم؟ مگه نیومده بودی واسه دستبوسی؟ حرف میزنیم، موضوع رو حلش میکنیم. الان اگه تو با این اعصاب به هم ریخته بری خونه همه چی بدتر میشه. تازه بگو هرچی تو فکرته بگو. تو اگه اینجوری بری خونه و با مادرت بحث کنی مادرتم بیشتر از من متنفر میشه. من نمیخوام باعث دلخوری بین شما شم. تو تنها پسر اونی. اون تو رو به دنیا آورده و بزرگ کرده و فرستادت دانشگاه. معلومه که خیلی رو آیندت حساسه. از دستش ناراحتم اما ازش به دل نمیگیرم، چون همه مادر اینطوریه. مادر بودن اینطوریه.
باشه. به نظرت چی کار کنیم؟ ببین تو یکم آروم شو، بذار مادرت هم آروم شه. من خیلی خوب و صمیمی میری و همه چی رو بهش میگی. مادرت زنیه که عشق و دوست داشتن و دلبستگی رو درک میکنه. میدونم اونم یه روزی عشق و تجربه کرده. نمیدونم، شاید ما فقط باید یکم بیشتر بهش فرصت بدیم. یه شب شام میریم بیرون و دوره هم میشینیم و حرف میزنیم. نمیشه؟ مگه خودت اذیت نشدی؟ همشم به فکر دیگرانی. ازت ممنونم. من فقط میخوام باعث دلخوری بین شماها نباشم. نمیشه. اینطوری خوشبخت نمیشی. باشه، هر چی که تو بخوای. میرم با مادرم حرف میزنم، بعدش دعوتش میکنم یه روز بریم بیرون تا ببینیم چی میشه. باشه. حالت چطوره امیت خانم؟ خوبی؟ خوبم یا ایلمز خان، خوبم. فکر کنم یکم فشار خونم بالا رفته. هنوز نگفتین چرا یه دفعه اینطوری شدین؟ نکن از هیجان عروسدار شدنه؟ آخه چرا من باید هیجان داشته باشم؟ مگه قراره من عروس شم؟ قبلا که اینطوری نمیگفتی. هی این درون در میزدی بفهم این دختر کیه. حالا مثلا مگه کی قراره باشه؟ من فعلا به فکر حال روز خودمم. اگه یکم استراحت کنم بهتر میشم. شما هم نگران نباش. خیلی خوب، باشه، استراحت کن، من بیرونم. باش، ممنون. تو اینجا چی کار میکنی؟ من باید اینو بگم منور. بعدن در موردش حرف میزنیم. باشه، من الان باید برم خونه. بیا عزیزم، ماشین من همین بیرونه، خودم میرسونمت خونه. میشه بازومو ول کنی؟ دردم گرفت. را بیافت منور جان. یکم استراحت کن. هر اتفاقی افتاد خبر میدم. باشه عزیزم. دیگه ناراحت نباشی. خدافظ. خدافظ. معلومه کجایی؟ مادرم کجاست؟ هنوز نیومده. اتفاق خیلی بدی افتاده بابا، خیلی بد. خبر دارم، دوباره قیامت به پا شده. توپراک زنگ زده؟ نه، یوسف خان اومده بود دنبالت. تو از امارت زده بودی بیرون و اونم نگرانت شده بود. وقتی که شنیدم از اونجا زدی بیرون فهمیدم یه خبراییه. دوباره قیامت به پا شده. پس حرفای توپراکو شنیدی؟ گفت باید همه چیو بگم. اگه من نگم خودش میره و همه چیو به یوسف میگه. به منم همینو گفت. گفت که اصلا نباید این ازدواج سر بگیره. عین مادرشه. گفت این کارا با دروغ نمیشه. حالیش نیست که چه موقعیتی نصیبمون شده. چی؟
چه موقعیتی بابا؟ چی داری میگی؟ موقعیت پول برای من هیچ اهمیتی نداره. این به زندگی و خوشبختی من مربوط میشه. شما چی داری میگی؟ خب اینم هست. یعنی چی که اینم هست؟ یوسف فهمیده بود که من از یه چیزی ترسیدم. منم به زور مادرش رو بهونه کردم و یه جوری قانعش کردم. آفرین دخترم. چی آفرینی؟ من کلی دروغ بهش گفتم و حالا برای پوشوندن این دروغا و سرپوش گذاشتنشون دارم دست و پا میزنم. میفهمی مگه کوری؟ مادر یوسف وقتی دید من دوباره رفتم به اون عمارت کلی ازم سوال و جواب کرد. من مجبور شدم بهش بگم دیگه مزاحمتون نمیشم و با بدبختی آرومش کردم. الانم گفت دارم میرم خونه با مادرم حرف بزنم. قراره امشب با مادرش شام بریم بیرون. میفهمی؟ بابا یوسف انقدر منو دوست داره که حاضر هر طور شده مادرش رو راضی کنه. من نمیتونم به خاطر لجبازی توپراک اونو از دست بدم. میفهمی؟ برای همین امشب باید هر طور که شده یه جوری توپراک رو راضی کنی. هرچی بگی حق داری حوا، ولی تو خواهر تو بهتر از من میشناسی. همونقدر که راضی کردن مادرت اینجور وقتا سخته، توپراک هم همینطوره. اینجور وقتا سخت راضی میشن. هر چی میخواد بشه برام مهم نیست. یه راهی پیدا کن تا توپراک رو راضی کنی. من به خاطر توپراک یوسف از دست نمیدم. از دستش نمیدم. تمام درها اتوماتیک قفل میشن. چرا با اون آدم ملاقات کردی منور؟ میخوای اونو بکشم؟ همینو میخوای؟ این گریه کردن رو تمومش کن. میگم گریه نکن. دست خودم نیست. پس سعی کن خودتو آروم کنی. نمیخوام ببینم که به خاطر اون داری گریه میکنی. فوراً تمومش کن. باشه. چرا با اون پسر قرار گذاشته بودی؟ به هم میگی؟ قرار نذاشته بودم. به من دروغ نگو. میدونم که با اون بودی. اگه میدونی پس چرا داری میپرسی؟ آرومتر برو. آرومتر. الان هر دومونو به کشتن میدی. نترس، هیچی نمیشه. حالا به هم بگو برای چی باهاش قرار گذاشته بودی؟ اصلا خوب نیست که توپراک این چیزا رو میدونه. خوب نیست، اصلا خوب نیست. اما این دختر از کجا اینا رو فهمیده؟ وقتی رفتم پیشش و این حرفا رو بهم زد انقدر شوکه شدم که یادم رفت ازش بپرسم کی بهش گفته. سلام علیکم. علیکم السلام. همش تقصیر توه. همش تقصیر توه. تو رفتی پیش توپراک و همه چیزو بهش گفتی. مگه نه؟ آروم باش دختر. عاقبت با سلطان در افتادن همینه. چرا آروم باشم؟ اگه یوسف همه چی رو بفهمه، اگه من نرم به همه بگم که تو چه آدم مکاری هستی، حوا نیستم. کاری میکنم تو صورت هیچ کس نتونی نگاه کنی. خواهر زنین چه کاریه؟ تو خفه. درست حرف بزن. من از تو بزرگترم. تو به چه حقی دست رو من بلند میکنی؟ به چه حقی؟ حدتو نگهدار تا دست روت بلند نشه. اگه نکنم چی میشه؟ اگه نکنم چی میشه سلطان خانوم؟ بس کنید دیگه. خجالت بکشید. قسم میخورم که به هم زدیم. انقدر گریه نکن منور. از این به بعد دیگه پیش این دوستت هم نمیری. تو میخوای منو محدود کنی؟ آره بله دقیقا همینطور. ولی اون صمیمی‌ترین دوستمه. منور برای آخرین بار بهت توضیح میدم. قسم میخورم
اگه یه بار دیگه اونو ببینی دیگه بهت اجازه نمیدم هیچ جایی بری. والا هیچ کس مثل تو نمیتونه همچین املت خوشمزه‌ای درست کنه. نوش جونتون. ممنونم. به خواهر سلطان گفتی امشب میخوای بری بیرون؟ نوش جانتون. ممنون آقا. آقا میل دارین واسه شما هم یه املت درست کنم؟ نه ممنون پینار. مادرم کجاست؟ رفتن تو اتاقشون. حالشون بد شده بود. خدای من چرا؟ نمیدونم، فکر کنم فشارش بالا بوده. باشه میرم پیشش. یه چایی دیگه هم برات بریزم؟ آره دست درد نکنه. راستی خواهر سلطان چی گفت؟ تو این وضعیت رو آروم نکن. اون وقت ببین من باهات چی کار میکنم. من دارم میگم چیزی نگفتم اما کی گوش میده؟ مثل که یادت رفته توی شهر کوچیک داری زندگی میکنی. انگشت تو دماغت بکنی عالم آدم خبردار میشن، اما تو توجه نکردی، مراقب نبودی. فکر کردی تا کی میتونی این چیزا رو پنهون کنی؟ خاله من احمق نیستم. این موضوع جز من و بابام تو کی میدونه؟ تو اینطور فکر کن. خب یوسف خان ممکنه از جای دیگه هم بشنوه. به جای متهم کردن من یکم درست فکر کن. تو اون حلقه نامزدی رو از کی گرفتی؟ ده بگو. ها؟ از جنید تو زندان. مگه سیدکی هم تو همون زندان جنید زندانی نیست؟ اون پسر طاقت نیاورده چون فکر کرده با هم فامیل شدن. همه چیو به سیدکی گفته. صبری هم از پسر شنیده و به توپراک گفته. خب توپراک هم باورش نشده، پا شده رفته زندان، از خود جنید پرسیده. چرا مانعش نشدی؟ تو که همیشه یه راه حل داری، میتونستی جلوی توپراکو بگیری. خب اگه خبر داشتم که نمیذاشتم این کارو بکنه. به من وقتی از اونجا برگشت گفت هر چی باشه ما تو یه تیم هستیم رمزی. حیف که تو حد خودتو ندونستی، هر کاری خواستی کردی. حالا هم که کارت به مشکل خورده از من دلخوری، اما اینجوری نمیشه حفا خانم. هر چی میکشی از دست خودته. خیلی خوب فهمیدم. باشه خب حالا تو واسه چی اومدی اینجا؟ راستش گفتم تو این وضعیت به من احتیاج داری، بیام ببینم چی کار میکنی، اما دیدم که تو فقط داری تو آتیش خودت میسوزی. تو عقل و منطقو کنار گذاشتی. هرچی جلوتر بری بیشتر غرق میشی. اگه خیلی دلت میخواد کمک کنی توپراکو اول ساکت کن. خوبه سر عقل اومدی، حالا شد. بیا تو. منم مادر. بیام تو؟ بیا پسرم بیا، خوش اومدی. چطورین؟ حالتون بهتره؟ خوبم.
چی شده یوسف؟ گفتی میرم دختره رو بیارم برای دستبوسیتون. اون که نیومد هیچ، تو هم رفتی دیگه پیدات نشد. چرا آخه؟ منم واسه همین اومدم. اگه واسه امشب برنامه ای ندارین بیاین با هم شام بریم بیرون. باشه، خودت بهتر میدونی. به پدرت میگم اون وقت هر جا که بخوای واسه شام میریم. نه، به پدر نگین. من و شما و عروستون ستایی میریم. ستایی؟ چرا؟ چرا نداره. میخوام بیشتر همدیگه رو بشناسیم. باش، بریم ببینیم. باشه، پس شب میام دنبالتون. باش. اوه خدایا. بیار یکم گرم بشیم، شاید عقلمون به کار افتاد. بده من. خب هر دومون توپراکو میشناسیم. اون دختر خیلی لجبازیه. خب حرفشم غیر منطقی نیست. یه طرف ناموسه، یه طرف دروغ. البته ناگفته نمونه من توی این موضوع بی تجربه نیستم. یه راهی براش پیدا میکنم. یعنی چطوری؟ میرم باهاش حرف میزنم. بهش میگم حوا واقعا یوسفو دوست داره. یعنی به خاطر پول و قدرت نمیخواد زنش بشه. از کجا میدونی که به حرفای تو اعتماد میکنه؟ اگه بدونه که تو هم تو این بازی دست داشتی چی؟ نمیدونم. از کجا معلوم؟ اگه میدونست از من گله میکرد. یعنی اینطوریه. خب تو به یوسف چی گفتی؟ در چه مورد؟ مگه وقتی گذشتی رفتی یوسف نیومد دنبالت؟ ازت نپرسید چرا منتظر نمودی و رفتی؟ اومد. گفتم تو امارت با مامانت روبرو شدم. اونم منو بیرون کرد. آفرین به تو دختر. با این حرفت کاری کردی که یوسف شمشیرشو برای مادرش از رو ببنده. شیر مادر حلالت. چیه رمزی؟ یه جوری زل زدی انگار به شوهر ننت نگاه میکنی. خیر باشه. دخترم اومدی؟ اومدم مامان. منم دیگه باید برم. وا خیر باشه سلطان خانوم. من اومدم تو داری میری؟ نه خواهر، اومده بودم با حوا حرف بزنم. باید برگردم امارت. شماها چه نقشه‌ای تو سرتونه باز؟ از دخترت بپرس. من رفتم. برو که الهی بر نگردی. برو. من میرم اینا رو بذارم تو آشپزخونه. تو هم بیا تعریف کن ببینم چی شده باز. چرا این حرفا زدی بابا؟ اگه نفعی واسه خالت نداشته باشه این طرفا پیداش نمیشه. مطمئنم یه فکری تو کلشه. من یه ذره‌ام به این خالت اعتماد ندارم. یوسف کجایی تو پسرم؟ هیچ حرفی نزدی و گذاشتی رفتی؟ ما هم از بس منتظر شدیم، خسته شدیم و اومدیم پایین. بگو ببینم چی شده؟ حمید رانندمون تصادف کرده. چیز مهمی نیست. الان میرم بیمارستان و بعدش هم میرم شرکت. وضعیت کامیون و محموله چطوره؟ بچه ها رفتن یه سری بزنن. الان خسارت مالی خیلی مهم نیست. پسرم میخوای منم بات بیام؟ نه حلش میکنم. این موضوع حوا رو میخوای چی کار کنی پسرم؟ والا مادر یکم کارمو سخت کرده. اصلا فکرشو نمیکردم از حوا خوشش نیاد. ولی امشب قراره ستایی شام بریم بیرون. اگه بخوای منم میام پسرمو. زنمو منو دوست داره، به حرفم گوش میده. ممنون پسرمو. ستایی بریم بهتره. هرچی که خیره. بعدش هم یه بار خانوادگی میریم. فکر خیلی خوبی کردی. بهتره اونا دوتایی با هم صحبت کنن.
در مورد شام امشب با مادرت حرف زدی؟ بهش گفتم. خب دیگه من باید برم. خب ما هم میریم شرکت. بریم پسرم. خودم میرم مراد. چی کار کنم؟ منم باهات بیام؟ آره خیلی هم خوبه، بیا. خیلی خوب بچه ها، برین موفق باشین. ممنون بابا. خیلی خوب، فعلا خداحافظ. ممنون پسرم. بله. سلام داداش، منم جنید. بگو داداش. برنامه‌های من یکم به هم ریخته. اگه تونستی بیا یه سر بهم بزن. والا من یکی دو روزه سرم خیلی شلوغه، اصلا وقت ندارم. داداش من نمیخوام مزاحم کارت بشم، اما موضوع خیلی جدیه. به خاطر پدر مادرم حوا حلقه نامزدیمو پس داده. چی میگی پسر؟ جدی میگم داداش. رمزی خانم اومد گفتش این مسئله تمومه، هیچ حرف دیگه ای نمیمونه. حوا هم دیگه کاری با هم نداره. داداش من خیلی به کمکت نیاز دارم. باشه داداش، من فردا میام یه سری بهت میزنم. دمت گرم خیلی آقایی. من نمیتونم بیام یوسف. خیر باشه، چی شده؟ دوستم الان زنگ زد، یه مشکلی براش پیش اومده، گفتم برم پیشش. بیا میرسونمت. منم ماشینمو میبرم، اما ممکنه یه وقت لازم بشه. از طرف منم به داداش حمید سلام برسون و بهش بگو بلا به دوره. پس خدا حافظ. پینار، جمیله، یه لیوان آب دست من بدین. خوش اومدی خواهر. ممنون. حمیت خانم تو اتاقشه؟ والا نه، هنوز از اتاقش بیرون نیومده، حتما حالش بده. چیزیش نمیشه دختر، اون زن قویه. خواهر میخواستم یه چیزی بهتون بگم. من این کارا رو که انجام بدم میرم بیرون. میدونین که من واسه امروز اجازه گرفته بودم. دختر تو که هر روز میای مرخصی میگیری. وقتی هم که هستی 2000 به درد نمیخوری. انگار نه انگار این همه کار تو این خونه هست. از سایه سر شما یه لحظه هم راحت نیستیم. بیا تو. حالتون چطوره خانم؟ چطور باید باشم ها؟ یه لحظه هم فکرم از این موضوع آروم نمیشه. نه، تا من این حوا رو از زندگیمون بیرون نکنم یه لحظه آرامش ندارم. درست میگین خانم، اون دختر فکر همه چیزو کرده. الان دارم از خونه‌شون میام. خب چی گفت؟ بشین برام تعریف کن ببینم. همین اول بسم اللهی هنوز عروس این خانواده نشده، کلی ذهن یوسف خانو درگیر کرده. که چی؟ والا حمیت خانم هنوز نه به داره نه به باره، ذهن یوسف خانو نسبت به شما خراب کرده. آه خدای من. حسابی خودشو زده به مظلومیت خانم. مثل ابر بهار گریه کرده و گفت مادرت منو نمیخواد. هر چقدرم که تو منو دوست داشته باشی مادرت نمیخواد من عروسش بشم. اینطوری راحت یوسف خانو خام کرد. خب البته کی میتونه تحمل کنه دختری که دوست داره اینجوری گریه کنه؟ اگه شما هم بودین والا براش دلسوزی میکردین. آی این دختر عجب فتنه‌ایه. واقعا هم که فتنه است. دختر خواهرمه، اما من تا حالا نشناخته بودمش. من مطمئنم که خیلی جلوی یوسف خان مظلوم نمایی میکنه. اما اون هنوز منو نشناخته. نمیدونه با کی داره در میافته. فکر میکنی من میذارم این دختره با این نقشه ها به خواسته هاش برسه؟ مراقب خودت باش عزیزم. میشه در رو باز کنی؟ میخوام برم خونمون. ببوس. زود باش دیگه.
توپراک، من مراقب روزگار هستم. تو برو پایین. بابات دوباره اومده منتظرته. پینار جان زحمتت میشه، اما میشه بری بهش بگی من بعدن خودم بهش زنگ میزنم؟ والا من چنین حرفی بهش نمیزنم توپراک. اون مرد این همه راه و تنهایی تا اینجا پیاده اومده. حتما کار مهمی داره. بیرون دم در ایستاده. نمیشه برم بگم بره. عیبه. برو توپراک. ای پدر زنم که اومده. فکر کردی اومدم اینجا تو رو ببینم؟ اومدم به حوا کمک کنم. با من بودی؟ آره با تو بودم. اگه عاقل بودم که با تو همکاری نمی کردم. اگر بخوای از موقعیت سوء استفاده کنی و به دخترم آسیب برسونی با من طرفی سلطان خانم. تو در حد و اندازه من نیستی رمزی کوتوله. راستش من اشتباه کردم. با آدمی که عقل نداره، منطق نداره، جرأت نداره وارد کار شدم. حواست باشه چی داری میگی؟ بابا توپراک، اینجا چه خبره؟ دارین دعوا میکنی؟ نه دخترم، داشتیم با خالت گل میگفتیم و گل میشنفتیم. بیا بریم بیرون. یه موضوع مهم رو باید بهت بگم. بهتره بیرون عمارت باشه، اینجا مطمئن نیست. دیواراش کلی موش داره. خب حالا چرا باید بریم بیرون؟ تو حیاط هم میتونیم حرف بزنیم. اینطوری بهتره. باید یه موضوع مهمی رو بهت بگم. اگه دوباره میخوای همون حرفا رو بزنی حرف نزنیم بهتره. نه اون حرفا نیست دخترم. تو از من پرسیدی که بابا تو این چیزا رو میدونستی؟ من همه چیزو میدونستم، اما موضوع اصلا اونطوری نیست که تو فکر میکنی. اون موقع ترسیده بودم که هیچی نگفتم. خواهرت حوا به خاطر نجات دادن من با جنید نامزد کرده. چی؟ دوباره بگو. بریم اون طرف حرف بزنیم. این دختر هوا معلوم نیست چی تو سرشه. خیر باشه. انشالله که نتونن با حرفاشون نظر این دختر رو عوض کنن. تو چرا اینجا نشستی دخترم؟ درسته که دست اون زن رو نبوسیدی، اما امشب قراره باشون شام بری بیرون و اونا به چشم عروسشون بهت نگاه کنن. تا چند ساعت دیگه باید بری، اون وقت اینجا نشستی پرتقال پوست میکنی؟ منتظر بابام مامان. نمیفهمم، میخوای اجازه بگیری؟ نه مامان جون، گفتم شما رو تنها نذارم. پاشو برو حاضر شو، بلند شو، پاشو. حوا راستشو به هم بگو، مشکلی پیش اومده عزیزم؟ نه مامان، فقط یکم هیجان دارم. بابا مگه آدم برای همچین موضوعی با کسی نامزد میکنه؟ میرفتین پیش پلیس و همه چیزو میگفتین. دخترم بهت که گفتم. خواهرت به خاطر نجات دادن من حرفی نزده. حوا به خاطر من خودشو فدا کرد. فقط به خاطر شما یا به خاطر خودش؟ یعنی چی؟ مگه شما باعث شدین داداش جانت بیفته زندان؟ خواهرم گفت که این نقشه خودش بوده. نه عزیزم، حتما به تو اینطوری گفته، وگرنه حوا از خیلی وقت پیش موضوع جنیتو تموم کرده بود.
من واسه این که اون دست از سر دخترم برداره اونو به پلیس لو دادم. تازه تو که اونو میشناسی، اون آدمی نیست که بشه به راحتی از دستش خلاص شد. یعنی به خاطر اون پسره نادون باید همه چیزو خراب میکردیم. من مراقب خونوادم بودم. بابا شما به خاطر راحت کردن خودتون انداختینش زندان، به خاطر اینکه از دستش خلاص شین و راحت شین. آخه چطوری باید حرفاتونو باور کنم؟ من دارم واضح بهت میگم، چرا نمیفهمی دخترم؟ میفهمم بابا، خیلی هم خوب میفهمم. فقط برای اینکه کاراتون اونطوری که میخواین پیش بره بقیه آدما رو تو دردسر میندازین. با دونستن این چیزا چطور میتونم حرفی نزنم؟ نمیتونم در مقابل این چیزا سکوت کنم. بعد از اینکه نون و نمک یوسف خانه خوردم نمیتونم ساکت باشم بابا. میخوای بگی اون آدم غریبه از ما واسط مهمتر دخترم؟ من پدرتم، تو رو بزرگ کردم. حوا اونم خواهرته. تو طرف غریبه رو گرفتی. من طرف کسی رو نمیگیرم، فقط به وجدانم عمل میکنم. کاری که درسته رو انجام میدم. خواهرم هم همین کارو باید بکنه. تازه اگه اونطوری که میگه حق با شما باشه، یوسف خانم باید درکش کنه. تو اینطوری فکر کن. فکر نمی کنم، مطمئنم. من یوسف خانو میشناسم. اگه با دروغ ازدواج کنن و یوسف خان بعدن همه چیزو بفهمه، هیچ وقت خوشبخت نمیشن. تازه یه روز همه چیز معلوم میشه، تو این دنیا ماه پشت ابر نمیمونه. اگه فردا همه چیز روشن بشه چی کار میخواین بکنین ها؟ چطور میخواین دروغایی که گفتین رو توجیه کنید؟ از عصبانیت و رفتار بد یوسف خان نمیترسین؟ پس همین الان یه شانس به خواهرم بدین. اون وقت همه چیز روشن میشه. وقتی بیشتر فکر میکنم میبینم این کار به نفع خواهرم هم هست. دختر دیوونم کردی. سلام داداش، بالاخره اومدی؟ وقتی پیشمی دیگه هیچ غمی ندارم. هر وقت بهت احتیاج دارم همیشه پیشمی. ممنونم، اما من که نفهمیدم چی شده. رابطت که با دختر خوب بود، حالا با هم دیگه مشکل پیدا کردین؟ نه داداش، حوا واقعا حق داره. کسی که کارو خراب کرده بابامه. انگار که این دختره میخواد به خاطر چیزی با من ازدواج بکنه، یا چه میدونم، انگار میخوام خلاف شرع کنم. داداش من حوا رو میشناسم، دختر لجبازی هست اما صاف و صادقه. میدونم پسر، میدونم. تو خیلی خوب هوا رو شناختی و میخوای هر کاری که از دستت برمیاد انجام بدی. ممنونم که منو درک میکنی. به خاطر همینه که از تو کمک میخوام. تو عشق علاقه ما دوتا به همدیگه رو درک میکنی، اینو میدونم. یعنی میگم اگه میشه با بابام حرف بزنی، توجیهش کنی که این مسئله رو یه جوری دوستانه حلش کنه، بره پی کارش. نمیخواد نگران باشی رفیق. واقعا ازت ممنونم داداش. بابا چی شده؟ چرا انقدر دیر برگشتی؟ مردم از نگرانی. توپراک چی گفت؟ تونستی رازش کنی؟ بگو دیگه. هر کاری کردم نشد دخترم. هرچی قسمش دادم فایده نداشت. هر چقدر قصه بافتم بیهوده بود. گفت من همیشه خوبی خواهرمو میخوام. گفت اگه با دروغ پیش برین بالاخره همه چیز معلوم میشه. اوه خدای من، وای. کلافه شدم، نمیدونم چی کار کنم. اون همه چی به یوسف میگه. یوسف منو ول میکنه. نمیشه زنگ بزنی به یوسف شامو کنسل کنی؟ تو این مدت شاید بتونیم کاری بکنیم. بابا آخه مگه بچه بازیه؟ فکر میکنی اون وقت ازم نمیپرسه برای چی؟ چه جوابی بهش بدم؟ پس چی کار کنیم؟ واقعا نمیدونم. توی مخمسه افتادم که نمیدونم باید باش چی کار کنم. بیا تو.
چیه توپراک؟ مزاحمتون شدم اما یه چیزی میخواستم بگم. این لباسا برای روزگار کوچیک شده. اگه میخواین بذارمشون تو کیسه بدین به کسی که نیاز داره. آی ول کن توپراک، خواهش میکنم. الان نه به قدر کافی، اعصابم خورد هست. فعلا باید حاضر بشم برای شام برم بیرون. بعدا در موردش حرف میزنیم. باشه؟ باشه حمیت خانم. دختر، تو اتاق حمیت خانم چی کار داشتی؟ میخواستم ببینم لباسایی که برای بچه کوچیک شده رو چیکار کنم، اما سر حال نبود. معلومه که سر حال نیست. اون زن شاهد نابود شدن زندگی پسرشه. فکر میکنی آسونه؟ یعنی چی؟ امشب شام میرن بیرون. نگو که با خواهرم دارم میرن. همینطوره. جدی میگی خاله؟ من با حوا حرف زده بودم، گفته بودم فقط باید با یوسف خان حرف بزنه. ببین جونم، خواهر تو شیطونم درس میده. تو رو تو این خونه ببین چه جوری سر کار گذاشته. نه تنها نرفته با یوسف صحبت کنه، بلکه داره با مادرش هم میره بیرون شام بخوره. هر کاری میخوای بکن، امشبو به خوبی بگذرون دخترم. خدا بزرگه. بله توپراک. هیچ معلومه داری چی کار میکنی هوا؟ هیچ کاری. فکر کردی من احمقم؟ فکر کردی من نمیفهمم؟ نکنی میخوای منم مثل بقیه فریب بدی و بهم دروغ بگی؟ در مورد شام امشب حرف میزنی؟ اگه نقشه دیگه تو سرت هست بهم بگو. درست متوجه نشدی توپراک. من به یوسف حرفی نزدم. نمیدونستم با مادرش قرار گذاشته. ببین خواهر، اگه امشب موقع شام همه چیزو به یوسف خان نگی، اون وقت خودم باهاش حرف میزنم. خودت میدونی. آفرین به تو دختر. خدا لعنتت کنه. چی گفت؟ موضوع شامو فهمیده. میگه باید همه چی به یوسف بگی. اگه من نگم وقتی از بیرون برگردیم اون خودش میگه. دختره یه لجباز. باید این موضوع حل کنیم بابا. یه راهی پیدا کن، یه کاری بکن، این مشکل رو حل کن. وگرنه همه چی تموم میشه. تموم میشه. من بدون یوسف نمیتونم. میمیرم. الان برو پیش توپراک. بگو خواهرت گذاشت از خونه رفت. مادرت دیدتش. حالش هم اصلا خوب نبود. اگه پرسید کجا رفت چی بگم؟ بگو نمیدونم. نمیدونم. بگو حالش اصلا خوب نبود. بگو میترسم یه وقت بلایی سر خودش بیاره. بگو همه جا رو گشتم اما ردی ازش پیدا نکردم. بگو فکرم به جایی نمیرسه. اگه تو جایی به ذهنت میرسه بگو. فرض کن اینا رو بهش گفتم. تو میخوای چی کار کنی؟ اینو بگو. تا دیر نشده کاری که بهت گفتم و بکن بابا. اون میدونه کجا باید منو پیدا کنه. انشالله درست میشه دخترم.
میترسم دخترم، شاید خواهرت بلایی سرش بیاد. به مامانم نگفته کجا میخواد بره؟ نه نگفته. مادرتم خیلی حالش خوش نیست. من چیزی نگفتم، تو هم بهش چی نگو. الان داشت ازم میپرسید این دختر کجا رفت. گفتم نمیدونم، باید پیداش کنیم. تو حال اونو میدونی، من نمیدونم باید چی کار کنم، واسه همین اومدم سراغت. تو میتونی کمکم کنی مگه نه؟ باشه بابا، شما برو خونه، من پیداش میکنم. مطمئنی؟ مطمئنم. ببین دخترم، نمیخوام زیادی نگرانت کنم، اما موقع رفتن انگار با مادرت داشته خداحافظی میکرده. یعنی نرفته پیش عمو مینا استانبول؟ به اونا زنگ زدی؟ به اینم فکر کردم. وسایلشو که نبرده، اون بدون وسیله جایی نمیره، همه چیزم تو اتاقشه. این یه رفتن معمولی نیست، همش فکرای بد میاد تو سرم. خدا خودش خواهرتو حفظ کنه. بابا یه دقیقه صبر کن، اینقدر زود فکر بد نکن. دخترم، تو داری از نظر خودت نگاه میکنی، یعنی فکر میکنی که داری کار درست انجام میدی، اما ممکنه پشیمون بشی. اگه بلایی سرش بیاد چی؟ توپراک. پینار بابا، من دارم میرم. باشه دخترم، عجله کن، به منم خبر بده. جمیله، مراد خونه نیست، من فوراً باید یه جایی برم. نه والا، حمید خانم شام برده بیرون، محسنم مریضه، از یلماز خان اجازه گرفت و رفت بیرون. پینار، روزگار دست تا امانته، من باید یه جایی برم. یعنی چی شده؟ من چه میدونم، وقتی اینجوری با عجله میره بیرون یعنی یه مشکلی پیش اومده. من میرم به کارام برسم. باش. ببینم با کی داشتی حرف میزدی؟ توپراک صدام زد، میخواست بره بیرون. کجا رفت؟ حرفی نزد؟ نه، اما معلوم بود که خیلی عجله داشت، دنبال مراد میگشت. خدای من. معلوم شد مصیبت از کجاست. رمزی کوتوله، چطوره تو امارت یه اتاقم واسه تو درست کنیم؟ خونه زاد شدی، هرچی باشه همش اینجایی. اینطوری دیگه لازم نیست زحمت بکشین. خوبه والا، شما لازم نیست زحمت بکشین، همین اتاق تو واسم خوبه، هرچی باشه به زودی از اینجا میری. خواهر، این چی داره میگه؟ بذار هرچی میخواد بگه، مگه نگفتم سرت به کار خودت باشه؟ اون مرد دیوونه است، یه حرفی میزنه، تو برو به کارت برس. مادرم کباب مخصوص میخوره، لطفاً بگو یه خوبش آماده کنن. نگران نباشید یوسف خان، مهموناتون که اومدن فوراً سرویس دهی میکنیم. باشه، ممنون. خوش اومدی مادر. ممنون پسرم. یکم پریشونین. چرا پریشون باشم؟ مگه من قرار عروس بشم؟ فقط یکم هیجان دارم، همین. معلومه این عروس خانم داره تنها پسرمو میبره. خب منم یکم فکرم مشغوله که این دختر کیه؟ چه شکلیه؟ خوشگله؟ خوشندامه؟ الان میاد. اون وقت جواب همه سوالاتون رو میگیرین مادر. خیلی خوب، باشه.
انگار این دختر خیلی هم خوشقول نیست. فقط چند دقیقه گذشته. یوسف جان، موضوع این چند دقیقه نیست. موضوع ادب و نزاکت آدمه. یعنی اگه من الان جای اون بودم، یعنی اگه قرار بود با مادر شوهرم روبرو بشم و برای اولین بار ببینمش، قطعا اونو منتظر نمیذاشتم. یعنی حتی قبل از اون خودمو میرسوندم اینجا. البته من عجله ندارم. خب شاید یه مشکلی براش پیش اومده. میاد، نگران نباشین. یوسف جان، تو مطمئنی؟ یعنی تصمیمت واسه ازدواج با این دختر قطعیه؟ مادر مطمئنم. من تصمیممو گرفتم، وگرنه یه همچین قراری رو نمیذاشتم. من مطمئنم. یعنی چون قبلا به هم نگفته بودی واسه این دارم میپرسم. مادر جان، شام امشب خود اون برنامه ریزی کرده. بشناسیدش، ازش خوشتون میاد، چون که شما پسرتون رو دوست دارین. نمیخواین که ناراحتم کنین، درسته؟ معلومه. اما یوسف، منم میخوام که تو یه چیزی رو بدونی. اگه این دختر بخواد بین ما رو مادر، هیچ کس بین ما رو به هم نمیریزه. نگران نباشین، خواهش میکنم.